الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا بنعمته وشرفنا بمحمد صلى الله عليه وسلم ورسالته ومن علينا باتباعه الذي جعله سببا لحصول رحمته ومحبته كما قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الآية. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابتداء از نام حضور محترم، از نام عزیزایی که در این محفل خیر شرکت دارند، باور کنید به خدا قسم مجلس‌های از این بزرگتر را دیدیم، اما شرکت این قدر بزرگا را در یک خانه به ندرت آدم می‌بیند. باور کنید انشاءالله از در دیوار این خانه امروز امشب نور باریده است. از نام حضور محترم، از نام داملوها، قاریها، حاجیها، عزیزانی که اهل خاندان هستند، مهمانای خاندان هستند، برادرمون حاجی تویچیبک به خاطر همین محفل خیر، محفل دعوت، محفل امر به معروف و نهی از منکر تبریک و تهنیت میگویم و از درگاه خداوند رب العزه از برای فرزنداش، از برای اهل خاندانش، از برای مهماناش که امروز در خاندانش شرکت دارند در این محفل خیر بهترین تمنیات آرزو دارم. واقعا این محفل و معرک‌ها به خدا قسم چون آب و هوا در جامعه ضرور است. امروز قطعی دامله‌ها می اومدیم، همین فقط گیله و شکوه از همین بود که مردم متاسفانه از کمبود و از نرسیدن امر به معروف و نهی از منکر آهسته آهسته آداب و اخلاق گم کرده است. باز از همین رمکه آدمگری مسلمانی شد مثل از رمکه آدمگری خارج شده است. بعض هم به خدا قسم چیزایی میشنوی که ترک سری آدم میلرزد. واقعا جامعه احتیاج دارد به پند نصیحت، به همین محفل‌های خیر. حضرت شیخ عطار قصه میکند، شنیدم من که بود است استاد که خرگون کرده رو آواز داد. حضرت میگه با شنید من یک مردک بود است، او را همین کسبش همین بود است که در بزرگ کسی اگر خرش گم میکرده است یا همین جای معین داشته است خرو را پیشش می‌آورد و این صدا میداد است ای مردم اگر ما بودو کسی خر گم کرده باشه بیاین شما شما بروریم بتیم. بعد در بدن خدمتش یک سومک میگرفته است. چه کرد این کار سال 60 و 70 پسی 71 در نزد افتاد. همین یک عمر مدید کسبش همین بود است. نه روزه و نماز نه مسجد نه پای صحبت موعظه. در 71 سالگی میگه در سکرات مرگ رفتید. چه عزرائیلش در پرده آمد مگر پینداش خرگون کرده آمد. ملک الموت اومده است بسرش برای قبضی رو یکی دید چشمش گرفت، خیال کرد که یک عمر بیچاره کسبش هم یوبی، خیال کرد کسی از خرگون کرده است خرکوی اومده است. بجست از جای بودش روزن پیش، برون کرد از در روزن سری خیش. ای جوش پرید خیست اینم تری روزنه داشت از خودش. اینم روزنه که الحمدلله خدای حجی را بوده است. کلاش هم روزنه بیرون کرده، زبان بکشاد که یاران که هستید خره با جان کی دید اینجا فرستید. بچه گفت صاحبای خر اومد یادم اون خره که جل دارد تقم دارد همون را بگیره بیاره به صاحباش تسلیم کنه. اینا ببینه در وقت سکرات مرگ در یادش فقط همون خره جولی خره خرگون کرده. و حضرت نصیحت میکنه عزیزو هر کی دلالی خره راست خره زیست و خره مرد و خره خست. کسی که اینجا زیمادر کور زاید به چشم او به اخلاقی کشاید. همین رعگون کرده و زلیل در این دنیا خاری روز قیامت هم هست نمیکنه، هرگز فراموش نکنه. تو را امروز باید کرد کاره که بیکارت نخواهد بود باره. قدم در راه دین باید نهادن
رکونت بر زمین باید نهادن و قدم را راسخ و استوار در جاده شریعت مان. او کتگی و فقط کبر افتخار تا سپرتا که در این بارگاه کبر افتخار جا نداره. اگر مردی محاسن همچه مردان طهارت جای را جارو گردد. سبحان الله. اگر به شرط همین دنیا گفتیم دویدیم پریدیم جهیدیم عاقبتش همین میشود. به هر چیزی کند عادت زبانت به وقتی مرگ باید در دهانت. احتیاط کردن در کار دارن. تری مجلس ها زیادتر شرکت کردن در کار و اهل علم آمیخته بودن در کار از برادرای عزیز. و ایلو بخلا قسم واقعا پشیمان میشیم، پشیمانی سوز نمیکنه. الحمدلله از بس که محفل ازدواج است و حاجی داملو را یک حدیث بسیار پره و کامل، یک حدیثی را که انشالله اگر به شرطی که مردم جامعه با ما عمل کنند شاید همین شماره طلاق ها کم شود برای ما و شما بیان کرد. بسیار موضوع مفصل است که همه را گفته نمیشود. ما را انشالله این موضوع خارج نمیشه. حدیث امام بزار است. حضرت روایت میکند با اسناد حسن از حضرت ابو هریره راوی امت اسلام رضی الله تعالی عنه که حضرت فرمود خیر النساء امرأة اذا نظرت الیها سرتک و اذا امرتها اطاعتک و اذا غبت عنها حفظتک فی نفسها و مالک. همین چیزی را که از الحال خوش دنبال کرد. اما ببینید این سخنهای پیغمبر چنان کلام کاملی هستند که اگر به خدا قسم تمام عمر همه علما همین حدیث اگر شرح تفسیر کنند به هیچ جوش نمیرسند. تمام نمیشه. بهترین زن سبحان الله بهترین زنی بوده است که وقتی نگاه کنی وقتی خوش بشه. حضرت شیخ سعدی میگه چه مسرور باشد زن خوبروی به دیدار او در بهشت است. آقای زنی مستوره باشه، زنی صالحه باشه، زنی باشه که خچه برای شوهر آرایش بده، همو اسبه و سرمشه برای شوهر بکشه، همو تیلاواری و نقره و زر و زیورش برای شوهرش استفاده بره. هر وقت شوهر او را یک نه انشاءالله خچه در جنت احساس کنه. در تاریخ اسلام مرد گذشته است، شاه گذشته است با نام هارون الرشید. گمان میکنم اکثریت شرکت کنندگان این محفل اکثریت مردم دنیا همین نام هارون الرشید شنیدگی است. پنجم خلیفه عباسی در زمان هارون الرشید به حد دیگر ممالک اسلامی خلافت اسلامی ترقی کرده بود که در دنیا هیچ جایی را با مسلمانان قیاس کرده نمیتونستند. به حد اعلای ترقیاتش رسیده است. این حضرت هم بسیار شخصیتی بزرگ بود. یک زن داشت با نام سیده زبیده. هارون الرشید به نهایت دوستش می‌داشت. این حضرت قصه میکنه که 300 کنیز دوست است. اما به نهایت همین سیده را دوست می‌داشت، سیده زبیده را. فقط به خاطر حسن جمالش نه، واقعا صاحب جمال بود است. اما به خاطر همون رفتار و کردارش، عقل و فراستش، خیر احسانی که میکرد در راه الله، میگه هارون الرشید عاشق زارش به دوست می‌داشت است همین زنش. تا آخر حیات دوستش داشته است. اگر چه که باز میگم 4 زن داشت 300 کنیز. تخلص سیده زبیده ام الفضل. یک آدم داشته است هر سحر در خونش محتاجا جمع میشدیم، هیچ کس ناامید نمیگرد. با مردم از همون خیر احسان تقسیم میکرده است، میداده است. و یک روزنچه داشته است طبقه دیم، همون مردمی را که در زال جمع میشدیم با خاطر همون یک چی شوبته همون را مشاهده میکرده است. دایم نگاه میکرده است، همین 2 مرد پهلو و پهلو شیشتگی دعا میکرد. یک نفرش میگه که پروردگارا با فضل کرم ام الفضل یگان چی برام برسان. او دیگریش دعا میکنه پروردگارا با فضل کرم یگان چی برسان.
اکو الفضل گفتن نمیشه گرفته استیک بخاطر یه او بچه این مردان از ما امید توقع داشته است ببینه از خدا بخاطر فضل کرم ما چیز طلب داره به همین از یو ترک بتونه امر میکرده است در درون یک برگ پختگی 10 تنگه تیلو 10 دینار را میموندیان میوردیان میدودیانش او شریک شه میفرمید است که هم 1 درهم بده 1 تنگه متر این مردان مرغ میگیرم بیرون میبرویان و میگه جورا شکمی ما سیره از برای خدا چی میشه که بیا دیرم تبتی باید مرغی بارم گیری باری اونا مدامی خوب مایلش بگه مرغ میگیره میره روزی دیگر هم با نگاه میکنه همون دعا را کرده سیاه عشقی با فضل کرم اول فضل چیزی این بته اون مردی خداش میگه که با فضل کرم خودت پروردگار رو چیزی این بته همین قیصه کتو همین کار 10 روز پای تکرار میشه و روز 11 هم پیش میگه اول فضل سیده زبایده میگه ای مرده که خوب تو میلیونر شده ای تو 100 دینار داری خونه آباد تو باید که دیگران را که خیر حساب کنی ای تو نیستی میتاری گردنک تکش کده و تربیده بگو یا سیده چه خیلی 100 دینار ای ما هر روز تو را 10 دینار میدودم 100 دینار نشید و میگه بخدا قسم میدونی مرغ میدودم مرغ چکو میکردی هم مرغ میگه این کس همین در میدودم همین یاد دیرم یامو را بگیرفتم نه 10 درهم جمع شده است مقصد که نفقه روزگار صرفش کرده که یک کسی بشه گفت دیدی خونه آباد از فضل کرم اون فضل همی خطیر است اون مردی خدا از فضل کرم الله که طلب کرد الله براش رسول اون مردک 100 دینار گرفت میفهمی خیال کرده است مرد میفروشه ما اینجا میتونه که 10 دینار هم باید دیرم داده است این همی که زنی صالحه بود آخر کاری زن باشه از برای خدا کدام شغل دوست داره یه روز میگه در شب محتوبی هر دوش در چورباغ شدگی هم هارون رشید زنش تماشا داد و میگه در سمت پروردگار برام عجب چرا زیبا خلق کرده است او هم یه نوزاد میکنه که میگه او کخشوی بر نمدگیست میگه بخدا قسم میگه خیال میکنه که تو از همین مه بخشوی مای شب 14 بود از در عثمان گمان میکنم از همین مه دست خشوی سری این مردک میگه که زرموندی که نخواه همین مه بخشوی باشد میگه اگر به شرطی تو از همین مه خشوی نباشی تو با من 3 طلاق میگه که جهانش میگوید جواب بدن که بعد خوشش به سرش میزنه که چی گفتی گفتگی بود در تکاپل میگفتن دیگه عالما را دعوت میکنم ای بچه‌ای این چیشی 3 طلاق شدی بولوی مملکت ایوفی حقیقتا حضرت دوستش می‌داشت از همین هارون رشید هر قدر که میکنن میگن اگه یک دستی و هیچ کار سوخته نیست اما چه انسان اما ای ما داشت میشوه ای ما ایشم هیچ کار دارم باید یک شخص مصلحتش میشه که حضرت در همین قسمتی غربی دریای دجله از بین بغداد میگذره شهر ده حصه تقسیم کرده است یکی از شاگردای امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ابو یوسف قاضی است چی میشود که همون را دعوت کنید اگر همین رشته‌های چگی را همون حنفی ها حل نکرد هیچ کار کرده نمیتونه و خدا قسمی برای احناف افتخار میگه شخص فرستاد نزد حضرت اومدن که هارون رشید صدا کرده است خیست اومد در یک محفل تمام علما جمع شدگی با هارون رشید سوالش کرد که نبی واقعیش آیا 3 طلاق شده است گفت نه اصلا طلاق شده نیست مردم علما از هر طرف این بچه تو چی گفتی ای خدا بترس این چی گفتی گفتگی تو چی دلیل داری گفت دلیل آیه قرآن است اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم این خدای بزرگه که انسان در نیکوترین صورت خلق کرده است نه آفتاب نه مهتاب نه کواکب آسمان هیچ کدامش مثل انسان خشنود نمیشه یک انسان عادی است یک زنگی گفته است ماه و آفتاب در خشنود چی برسه به این سیده زبیده که حقیقتا صاحب جماله بیرا ببین همین زن باشه که شوهر وقتی ببینه میگه به خدا قسم از همین ماه شب چوتر برای من زیباتر خوبتر هستی همین خیال زن خدای تو رو کسی را بتا با خدا قسم خیری دنیا و آخرت داد است و اذا امرتها اطاعت کن زنی صالحه زنی را میگن که وقتی امرش کردی اطاعت کنه فرمان بردار باشه در عهد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم
در شهر مدینه منوره یک مرد میزیست همراه سرش تاجر بود است. وقتی قصد سفر تجارت شما کرد زنش امر کرد گفت تو آمدن من از خانه نبرو، تو آمدن از خانه نبرو. نگفت اگر برمادی طلاق برمادی 3 طلاق امروز 100 شرطی طلاق همه مونا خانه سوتا زنک ما میبینی که برماد بره 5 تی نمیخواد. این اخلاق و آداب زنای امروزه مدرن جمعه. از بین چند گذشت زمان پیش سفرها طولانی بودن آخی با شتر اسب چند میره تا شما خیلی رفت. پدرش بیمار شد زن برادرش میگه نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم که رسول الله پدر بیمار شده است اجازه هست که من به عیادت پدرم برم. اما حضرت امر کرد که بازم بگو اطیع زوجک شوهر را اطاعت کن زیرا حق شوهر از حق پدر و مادر در ذمه تو بالاتر شده. چند دیگر گذشته که پدر مرد باز بیچاره برادرش فرستاد که رسول الله اجازه است که در تشییع جنازه پدرم شرکت کنم. اما فرمان همون بود اطیع زوجک شوهر را اطاعت کن. زن نرفت فرمان شوهر را گوش کرد. از بین چند گذشت روز حبیب خدا صلی الله علیه و سلم با برادر زن مشورت داد. برای گفت با خواهرت بگو این الله قد غفر لابیها لطاعتها لزوجها. خداوند گناههای پدرش همش مغفرت کرد به خاطر اطاعت همین زن از شوهر. این کاش که همین فرزندای ما و خواهرای ما همین که عقل فراست داشته باشند بدانند که به خدمت شوهر مسلمان پدر و مادرش در رحمت در راحت هستند انشاءالله. سبب داخل شدن به جنت پدر و مادر میگردن این زنهای صالحه و خوب. انا میخوام زن باشه که امرش کرده اطاعت کنه به فرمان از خانه نبروید اطاعت شوهر را به جا بیاره. زن که در کوچه ها و تک باشد زن نباشد که متصق باشد. زنی بد در سرای مرد نکو هم در این عالم است دوزخی او. زینهار است قرین بر زینهار و قینا ربنا عذاب الله حفظک فی نفسها و مالک. زنی خوب و صالحه بهترین زن و زنی هست که وقتی شوهر از خانه برآمد غایب شد تا آمدن هم شوهر هم خچه برای شوهر حفظ میکنه هم مال شوهر را محافظت میکنه که ضایع تلف نشود. الله اکبر. همین مردای بزرگ در تاریخ ببینه به خدا قسم همشون همین زن داشتن. با شرافت این که زنای بزرگ به درجه و منزلت رسید. امام مالک رحمه الله تعالی یک روایت اومد میگه در مدینه منوره از زمره عجمی ها از موانی یک مرد میزیست میگه وقتی از دنیا رفت خودش مسلمان شده بعد سرش هم یک فرزند داشته بود است تمام مال و ملکش که عبارت از 30,000 درهم بود با همین فرزند میگه میراث میگذاره و میره و فرزند در نصیحت میکنه که بچم از یک خاندان خوب از یک خاندان پاکگوهر یک دخترک صالحه انتخاب کن اگر میخواهی که زندگیت هم خوب شود و آخرت هم. این مرد نامش فروخ بود است بر روایت امام مالک. همین نامش دانسته میشه که فرزند این همی سرزمین های خود بود عجمی کنیه داشت ابو عبدالرحمن. میگه یک دخترک صالحه را به خاطر دین و دیانتش انتخاب میکنه نکاح میکنه میگیره ولی نوشق نو عروس است ولی او خمالت نگذشته است. یک روز در مسجد نبوی میروه نمازخوانی که اونجا بانگ خطر زده است که قیصر روم شاه بیزانتیا با ملک مسلمان ها تاخت تاز آورده است شهر رقه را ضبط کرده استیلا کرده گرفته است. مردم دعوت دارن که بیایه از مرز بوم اسلامی دفاع کنه بعد درباره فضیلت جهاد فی سبیل الله گپ بزنن فضیلت شخصایی که میگه حافظ وطن هستند در اونجا گپ میروه این در اندیشه میگه سبحان الله ولی فرزند ندارم ولی در سر و مسئولیت زیاد بار نشیده است اگر باز نرم که خدمت نکنم پگه صاحب یا دو سیاه سرک شم ای که چون میتونم دیگه برای خدمت دین و خدمت وطن کنم.
با همین فکر اندیشه میآید زن در نزدش خروک میاره میمونه و بسیار زنی صالحه و عاقله بوده است. گفت شوهر چرا مضطرب نمی‌مونی؟ گفت این همین خیلی کارای زن نمیدونم چیکار کنم. گفت اگر با شرط سفر کنی من هرگز مزاحمت نمیشم، مانع سفر نمیشم، برای این در راه الله است. خداوند در ذمه تو حقی بیشتر داده است. ایمان به خدا را وقتی که بشارتش شنید در حال خسر بچه‌هاش جمع کرد خانه را آورد. گفت که برادر من میرم خدمت میکنم. اینمی زن ما با شما و شما را به خدا سپارید تا آمدن و خواهش میشود که میره کار کنید نگه کنید. مقصد که نفقه روزگار شد بیاره تامین کنید. 30,000 دیرم آمد در پیش شما. اینمی مبلغ کم کم بگیرید تجارت کنید. مقصد همین با زن من بشنو تشتانم. انشالله من میرم یکون سیزون خدمت میکنم بعد بیایم و زندگی را دوام میدیم. خیشه کردن یک خواهشه که دیگر هم کرد. گفت که سامانه دیگر شده است. خانه‌های شهر علاقه نو شدن. حتی مسجد نبوی را از نو بازسازی کردن. همین پول میرسه انشالله. یک دو مردی کار بیاری همین خونه ما یک از کفر بوده است. ای سری نو بسازن. اندک زمانویش کنن. ای چوب و سنگ بسازن. خودش رفت در همین جنگ اول اسیر می‌شد. 18 سال در پلین بوده است. در اسارت نصرانیان. بعدا کتابت میکنه از بس که توجیه چیره بود سبب دست بود همین خودش خچه میخرد مکاتب میشود جانی خچه خودش آزاد میکنه تا میآید به وطن میرسه که از بین 20 سال گذشته است. وقتی میآید در فکر که همین خونه ما میشناخته باشم شهر دیگر شده است میآید که همون خسکفه به همون شکل صورت اولش اونی نمی‌سازه ابا گو این زنی ما یا مرده است یا شوی دیگر کدای رفت دیگر منتظری ما نشد. همین نو میخواست در ابو خوبه که صدای از اون شنید. مردای خدا گوش کنید. مسجد در پیش خانه اونای در قصه از اون هم نیسته در قصه نماز جماعت هم نیسته. مردک 20 سال در خانهش نبوده. صدای از اون شنید گفت امری پروردگار ما قدم بر همه کار خواست. اول برم نمازم میخونم. اومد که بین از اون و قامت یک مقدار فاصله هست کو. یک جوان ریش سیاه از بالای منبر صحبت دارد. 7 فقیه بزرگ مدینه منوره در پای منبر شدگی صحبت یعنی را برغبت گوش میکنند. همین خیلی لذت بود که به به گفت خدا رحمت کنه پدر مادر را. والله گفت اگر خداوند بگه یا فرزند بوده دیگه ای دریورم که رفت که به ارمان میره. عجب پدر مادر خوشبختی داشته. نماز وقتی فرض ادا کرد اومد در همون خانه را میکوف که نخواست همون ریشتی و حدید همراه یک شاگردکش نزدش اومدن. یکی همین شاگردا همین امام والی که بینی انس بود است. اومد گفت عمل جان سلام علیکم. گفت علیکم السلام بچه‌ها. گفت یکون خدمت بود. نگو خونه اومدم. اومد گفت خونه ما. گفت بچه میره کی خریدی؟ گفت من خریدارش نمیدونم. گفت ای وقتی خدمت میشناسم در همین خونه همین رزمو رفته است که همین وقت از در خونه یک عورت بیرون شد. نگاه کرد گفت ربیعه خدا جان تماس کنه این پدر تای این همون ابو عبدالرحمن فاروق است همون مرده که میروی از این لوگ خدمت میکنه میون این اگر خداوند بعد 20 سال ور رسول نگاه پدر و پسر گردن هم دیگر را آغوش کردن خیر گریه و گیله و جنگیله شد خیستن آمدن در خانه نشستن. این شخص ربیعة الرأی نام دارد. استاد بی‌واسطه امام مالک و یکی از اساتذه محترم امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله میشه. دیگه چند شیشتر صحبت کردن بعد ابو عبدالرحمن گفت که زنک یاد داری که زمان من 30,000 دیرم مردم که تا اومدن من همه خونه را ایسری نوید شکل صورتی خوبتر کتی بسازه. ای بچه اومدم ای پیشتره دمو والا خوبتر شده در 20 سال. اگر این مبلغ یکون مقدارش مونده باشه انشالله این بچه هم شیرمر چیده است بیارم اون را مونده مقصد دست و سینه بر بزنیم خونه را ایسر این هم درست کنیم و شهر شکل و صورتش تماما دیگه شدگی زنی غیور و جسور گفت ابو عبدالرحمن 30,000 دیرم در پیشت شدگی پولی تر نخوردم نه پوشیدم نه خدمت زینت دادم حتی حج نرفتم. این پسرک وقتی که طرفی بردار بدم
همین تولد چه سعی کرده که چی جای لقمه حرام لقمه شبحنا کرد استفاده نبره که شیر منو میخوره. از خودی با خدا و پیغمبر خیلی خوشنوش کردم. در بالای گهواره من میگه باید نمیخوندم، در بالای گهواره من قرآن میخوندم. وقتی که به عقلتر شد نزدیک خوری بردمش، در 2 سال حفظ قرآن کرده است، در 6 سالگی حافظ کلی قرآن شد. همه 7 فقیه بزرگ مدینه همش استاد شد. او اگه خدا که چوده که قبول نمیکنند، خصوصا یک خدا که پدر یتیم باشه. هر کدامش میگه سر پا میکردم، مبلغ کلان میبردم که همین رد نکنم، فرزند به تنه بگیرم. یک تی نمونده همه مبلغ ایترا من در همین فرزند صرف کردم. اگر ما بودوخای دعوگر باشی و دعوا داشته باشی برای میگم قرض قولت میگیریم سو کرده که دیگه گریان شد. با خدا قسم زند من 100 روزی من صحبتای جوان از بالای منبر وقتی گوش کردم ایمانم آب خورد، ندانسته خود به رحمت گفتم. زنه گفت والله غیرت تا از غیرت من خیلی جوتر است. و هیچ وقت دیدم نمیشه که همه مبلغ به یک فرزند صرف کنم. ممکن است صرفش هم مقداری را صرف نکردم، اما 30,000 درهم هیچ وقت دیدم نمیشه که صرف کنم. کم نباید صدق مرد از صدق زن، آن دل مردی که از زن کم بود آن دل باشد که کم زش کم بود. الله اکبر. و اذا غبت عنها حفظت وقتی که غایب شدی مقصد خودش حفظ میکنه، مالی تو نفس برای تو. سبحان الله. همین خیزان اگر خدا بتد اوقی دیگه عید یا چی لازمه؟ چی لازمه؟ برای 5 نوبت بیزن بردرد چیاری موافق بود در برد. کرا خانه آباد و هم خانه دوست، خدا را برحمت نظر سوی اوست. الله اکبر. پروردگار با خاندان بابای حاجی توچیبک همین زن را بیاره که واقعا برای شوهر همین درجه و منزلت داشته باشه، برای فرزند بابای حاجی که هر وقت نظرش کرد وقتش چاک شود خرسند شود خودش در جنت احساس کرد. و هر وقتی که امرش داد امر به واسطه اجرا کنه. امر شوهر واجب است. حضرت صلی الله علیه و سلم سوگند یاد کرد والذی نفس محمد بیده لا تؤدی المرأة حق ربها حتی تؤدی حق زوجها. قسم به الله که جان محمد در قبضه قدرت اوست، تا زمانی که زن حق شوهر را ادا نکند هرگز حق خدا را ادا کرده نمیتواند. و وقتی که غایب شد روسیه رفت و سفر تجاری رفت و جای رفت زن خودش محافظت کنه و مال و خانه و در شوهر را محافظت کنه تا وقتی برگشته بشه. پروردگار به این خاندان چنین یک زن صالحه را وارد کنه. خداوند برادرایی را که در این محفل خیر شرکت دارند و همه خیر روزهای خوشبختی و سعادت روزی توی نکاحی فرزندان و بیروهاشان برساند. آمین یا رب.